سلام. خب بچه امروز خیلی کوتاه در عرض فکر کنم نهایتا 20 دقیقه میخوام یه ایده و تکنیکی که ما میتونیم با تو استفاده از مدل یولو رو بزنیم با هم دیگه بررسی کنیم و بعد نمونه عملیش هم پیاده کنیم. خب تصور کنید یه مدل یولو داریم روی 80 تا کلاس آموزش دیده. دقیقاً این مدل‌های پریترین خود کتابخونه اتوریتیکس که 80 تا کلاس دیتا ست کوکو رو به خوبی دارن تشخیص میدن. وقتی ما این مدل رو دانلود میکنیم و میایم روی دیتا ست خودمون که فرضاً یک دونه کلاس داره فاین تیون میکنیم مدل رو، اتفاقی که میفته حالا بسته به نحوه فاین تیونمون ما چند تا آپشن داریم. یکیش اینه که لایه‌های بکبون رو فریز بکنیم. خب یعنی لایه‌هایی که فیچرها رو استخراج میکنن فریز کنیم و اونا رو آموزش ندیم که اونها از روی همون چیزایی که روی دیتا ست کوکو یاد گرفتن، همون فیچرهایی که اونجا استخراج میکنن رو برای کیس ما استخراج کنن و فقط لایه‌های آخر رو، لایه‌های نک و هد رو طور مثال روی دیتا ست خودمون فاین تیون کنیم، یا که میتونیم تماما همش رو فاین تیون بکنیم ولی رو وزن‌های پریترین شده که در واقع انتقال دانش اتفاق بیفته. انتقال دانش یعنی چی؟ دو نفر، وقتی یه نفر پیانو بلده و نفر دوم هیچ سازی بلد نیست، وقتی میخواد بهشون ویولون یاد بدید، اونی که پیانو بلده زودتر یاد میگیره به خاطر اینکه یه دانشی توی چیز دیگه داره. توی مدل یولو هم همینه. مدلی که روی دیتا ست کوکو تونسته یه سری چیزا رو خوب آموزش ببینه، اگر نقطه شروعش اونجا باشه سریعتر به اون حالت، به اون نقطه‌ای که شما در نهایت باید برسید میرسه. پس کلا دو تا راه داریم، دو یا سه تا. سومیش اینه که کلا وزنا رندوم باشه و از صفر آموزش بدید. فریز کردن وزنای بکبون و فقط فاین تیون کردن لایه‌های آخر، فاین تیون کردن کل مدل و یعنی ترین مدل از صفر. تو هر سه تا حالت اینجا اتفاقی که میفته اینه اون مدل شما خب دانشی که از در واقع اون 80 تا کلاسی که قبلا تشخیص میداده رو دیگه نمیتونه تشخیص بده و فقط اون کلاسایی که شما تو دیتا ستتون داشتید رو تشخیص میده. چرا؟ چون اون لایه آخر عوض شده. یعنی اون لایه آخری که کلاس رو توش تعریف شده کامل تغییر کرده، چون دیگه وزن اون لایه رو شما نیازی نداره، شما باید اون کلاسای خودتون بیارید. خب این حالتیه که هممون میشناسیمش. حالا تسک ما چیه اینجا؟ ما میخوایم بیاریم اینور. ما میخوایم مدل یولو رو، حالا اینجا نوشته یولو 8 یا هر مدل دیگه که روی دیتا ست کوکو آموزش دیده رو، یک دونه کلاس یا دو تا یا هر تعدادی کلاس، هر تعداد کلاسی که خواستیم رو اضافه بکنیم به حالتی که اون 80 تای قبلی رو هم بتونه تشخیص بده. این برای چه مواقع خوبه؟ برای تصویری که مثلا شما میخواید ماشین رو تشخیص بدید، انسان رو هم تشخیص بدید، ولی حتما پلاک ماشین رو هم میخواد تو اون پروژه‌ای که دارید. خب اینجا شما دیتا ستتون هر چقدر بزرگ بگیرید و بازم دیتا ست کوکو توی تشخیص ماشین و انسان از دیتا ست شما احتمالاً بهتره. یا اینجوری بگیم شاید جالب باشه، شاید بهتر باشه بگیم شما ماشین و انسان رو دارید تو دیتا ست کوکو بدون اینکه هیچ زحمتی بخواید بکشید و فقط کافیه که اون پلاک ماشین رو بتونید با یه تکنیک اضافه بکنید. این چیزی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم اینه، اضافه کردن به کلاس های یک مدل یولویی که اضافه کردن بدون اینکه کلاس های قبلی تحت شعاع قرار بگیرن. اینجا نوشته دیگه، باید از روش بخونم دیگه. extending YOLO V8 COCO model with new classes without affecting old weights، بدون که وزن قبلی تحت شعاع. حالا ایده کلی چیه؟ ببین اول این میاد میگه که آقا شما سه تا راه دارید وقتی میخواید کلاس 80 تون رو بکنید 81. حالا نه صرفا کوکو، اصلا هر دیتا ستی دارید یه دونه کلاس دیگه میخواید بهش اضافه کنید، چیکار میتونید بکنید؟ حالا اینجا ما فرض رو میذاریم رو کوکو و با کوکو
صحبت می‌کنیم. یا آقا کوکو رو دانلود کنید، 118 تا 1000 تا عکس رو دانلود کنید، کلاس خودتون رو توی اون عکس‌ها بهش اضافه بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه کلاستون صورت انسانه، میرید تو خود دیتا ست کوکو، هر انسانی که هست صورتش هم برچسب 82 اضافه می‌کنید به عنوان فیس. اگه کافی بود که همون 118000 تا رو دوباره با 82 کلاس آموزش میدید. اگه کافی نبود دوباره عکس های جدید اضافه میکنید و تمام عکس جدیدی که اضافه میکنید برچسب نداره دیگه، تمام اون 82 کلاس باید اونجا برچسب بخوره. یعنی اگر کوله پشتی توی عکس هست باید حتما برچسب کوله پشتی بخوره، در صورتی که شما شاید کوله پشتی رو نمیخواید، هدفتون مثلا حالا چهره انسانه و خود انسان، ولی تو این فرض باید تمام دیتا ست یک پارچه برچسب خورده باشه. پس روش اول اینه که دیتا ست بزرگتر بگیرید و برچسب بزنید. روش دوم میگه آقا یه نسخه کوچیک‌تر از دیتا ست کوکو مینیترین رو بگیرید، مثل مرحله اول دیتا ست رو دوباره یک پارچه بکنید و دوباره آموزش بدید. خب اینم روش خوب. روش اول که حالا مزایای معمولش رو بگیم قبل که بریم سراغ روش اول، روش خوبیه، روش قرصیه. خب یعنی دقت خوبی به شما میده، اما هزینه بره. 118 تا 1000 تا عکس، 118 هزار تا عکس عدد زیادیه. این برچسب‌زنی برای شما هزینه داره، زمانی حتی مادی، و کار راحتی نیست، ولی دیتا ست خوبی از آب در میاد. یعنی اگر دنبال یک روش خیلی خیلی قرص هستید، روش اول روش خوبیه، دقت بالایی هم بهتون میده، ولی خب زمان بر و هزینه زیاد داره. روش دوم یا یه نسخه کوچیک‌تر از دیتا ست کوکو رو دانلود کنید و دقیقا همون کار رو روی این بکنید. اینم روش خوبیه، اما نکته که داره اینه که اون دقت اصلی کوکو رو روی کلاس‌هاش به شما نمیده. کوکو مثلا روی 80 تا کلاسی که داره، خب تو کلاس انسان مثلا یه دقت خوبی داره که انسان رو تو هر حالتی میتونه تشخیص بده. خب تو این حالت دوم این تضمینی نیست. چرا؟ چون شما اومدید وزن‌ها رو دست زدید، وزن‌های مدل رو و آوردید روی یه نسخه کوچیک‌تری از کوکو دوباره فاین تون کردید، این یه تغییری میکنه. خب تغییر که در واقع یه مقدار ضعیف‌تر میشه، چه بخوایم چه نخوایم. ولی خب اینم یه روشه. روش سوم که روشی که ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، میگه یه دونه هد به مدل کوکوتون اضافه کنید که فقط اون کلاس هایی رو داشته باشه که شما میخواید. یعنی مدل شما دو تا هد داشته باشه در واقع، یک بکبون که همون تالایه بکبون دیگه که فیچر رو استخراج میکنه، و نک که فیچرها رو میگیره از لایه های 15 و 18 و 21 که اینجا نوشته و میده به هد. ولی اینجا دو تا هد داشته باشید، یه هدتون در واقع اینه که وزنهای کوکو رو داره، یعنی همونیه که هست، دست بهش نمیزد. یه دونه هد دیگه اضافه میکنید عین همون که چی داره، که وزنهای خودتون رو داره. این کار خب در واقع دو تا هد داره، بعد این دوتا نتایجش میاد توی یه دونه هد کانکت هد که در واقع اینجا هیچ پارامتری هم نداره، صرفا یه عملیات ریاضیه که این دوتا هد با هم دیگه جمع بشه و بعد نتیجهتون مثل اینه که عین دقت رو روی دیتا ست کوکو دارید و فقط کلاس شما به این مدل اضافه شده. این کار مثل وقتیه که ما دیتا ستمون خیلی زیاد نیست، خب و میایم وزنهای بکبون رو فریز میکنیم و صرفا اون هد آموزش میبینه یا اون لایه هایی که میخوایم آموزش میبینه. اینم دقیقا همونه، داریم میگم وزنهای بکبون رو و نک رو دست نزن، فقط هد رو بیار، هد رو اضافه میکنه و اون آموزش میده، اما کنار اون هد قبلی هم هست، دو تا هد داره و بعد نتایج اینا میاد یه خروجی یک پارچه به اون میده. یعنی کلاس یکی شما میشه کلاس 81 این مدل جدیدی که دارید. و خب این روش سوم یه روش غیر مرسومه و یه مقدار باید توی مدل و کدهای اتوماتیک یه ذره جراحی انجام بدیم، ولی روش خوبیه. چرا؟ چون دقتی که روی کلاس‌های خود کوکو به ما میده دقیقاً عیناً همون دقتیه که مدل داره. چون ما به وزن‌های از لایه اول تا لایه آخر یولو مثلا 8 نانو رو اگه در نظر بگیریم، به هیچ کدوم از وزن‌های این لایه‌ها ما هیچ دستی نزدیم، فقط یک هد کنار اون هد قبلی اضافه شده و این تأثیری روی تشخیص مدل نداره و مدل عیناً، حالا با هم دیگه جلوتر می‌بینیم، هر دقتی با هر کانفیدنسی روی عکس‌ها داره میگیره، در نهایت تو مدل جدید ما که یک کلاس بهش اضافه شده همون رو میتونه بگیره.
پس خیلی خلاصه روش جدید ما اینه. چی نیاز داریم؟ یه دیتا صرفا اون دیتا ست هدفی که میخوایم بدون برچسب‌های کوکو، یعنی بدون که در واقع کلاس های دیتا ست کوکو اینجا برچسب خورده باشه تو دیتا ست ما. و بعد در ادامه میره و روش رو توضیح میده که من حالا برای راحت تر توضیح دادن این ویدیو اومدم کداشو تو همین کتاب ارتودکس خودمون اضافه کردم. در واقع اینجا که میایم این نسخه، این ورژن ارتودکس که توی گیتاب خودمه، این تغییراتی که توی این بلاگ دیدیم رو توش اعمال شده و ما میتونیم اینو پیاده کنیم. حالا بریم با هم دیگه در مورد اینکه چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب اینجا بنویسیم توتوریال مرحله 3 مون adding a new head for a specific class. خب کاری که باید بکنیم یک دیتا ست، اول یه هدف بذاریم. هدفمون چی باشه؟ تشخیص چهره. خب تشخیص چهره باشه. ما یه عکس داریم خب که با مدل یولوی 11 نانو، حالا خاطرم نیست یا 8 بود، یکی از ورژن‌های یولو که هم کتاب کامپیوتر داره، این عکس رو دادیم مدل تشخیص داده، 2 تا پرسن اینجا گرفته. هدف ما اینه که همین مدل صورت رو هم بتونه بگیره و این اعداد، این دقت‌ها، یعنی کانفیدنس‌ها هیچ تغییر نکنه. برای این کار ما یه دیتا ست لازم داریم. دیتا ست هم من دیتا ست وایدر فیس رو انتخاب کردم. خب به فرمت یولو هم درش آوردم، یعنی فرمت دیتا ست یولو که به این شکله، ترین اول و داخل ترین ایمیجز و لیبلز هست. به این فرمت من دیتا ست رو در آوردم. تمام دیتا ست هم برچسب داره، یعنی توش فیس هم خیلی زیاد هست و دیتا ست خیلی خوبی. حالا یکم دامنه عجیبی داره که ما دیدیم، بیشتر عکس های اینترنتی هن. عکساش یه حالتیه که توی گوگل بخش ایمیجز اگه برید یه چیز، حالا مثلا یه چیزی سرچ بکنید، این عکس‌ها رو، این عکس‌های استاک فوتج یه همچین حالتی داره دامنه عکساش. دامنه عکسام توی دیتا ست خیلی مهمه. این ایرانیه؟ این ایرانی باشه، شاید هندیه. و خلاصه این دیتا ست از حالا خیلی اهمیتی نداره. اون اصل کار ما اینه که صرفا یک دیتا ستی رو به این اضافه بکنیم. خب پس مرحله اول دیتا ست آماده میکنیم. خب دیتا ست ما اینجا الان یه دونه کلاس داره دیگه، فقط فیس. یه بار دیگه ببینیم این دیتا ست یملش رو که بخونم خالیه، ننوشتم ولی یه دونه داره. پس مرحله اول آماده کردن دیتا ست. مرحله دوم train a model with layers freezed. یه مدل رو باید آموزش بدیم با لایه های بکبون فریز شده. من کلابو بیارم، همین نوتبوک بود فکر کنم که توش این کارو کردیم. حالا تا این باز بشه یه نکته دیگه هم بگم. این حالتی که ما داریم انجام میدیم تو جاهای خوبه، تو جاهای کاربردیه که دیتا ست اون در واقع کلاسی که شما میخواید اضافه بکنید نزدیک باشه به کامن آبجکتی که توی کوکو داریم. خب کوکو اون عکسای روزمره و مرسومه، چیزهای مثل مسواک و اینجور چیزاست، مسواک و ماشین. و شما کلاسای کوکو رو که بخونید، خب اگر میخواید مدل بیستون کوکو باشه، این اضافه کردن این کلاس جدیده وقتی شبیه به هم دیگه خوب جواب میده. اما اگه یک چیز
خارج از این دامنه باشه، مثلا تشخیص تومور مغزی، مدل یولو میتونه تشخیص بده وقتی خوب کامل end to end فاین تون میشه همه لایه هاش. خب ولی وقتی با این حالت وزنا فریز شده اون نمیتونه فیت بشه، چون نمیتونه خوب فیچرهای لازم رو استخراج بکنه. خب پس دیتا ستمونی که آماده کردیم، حالا این نوتبوکی که باز شده نوتبوک اوریجینال این صاحب این بلاگه که اینجا هم لینکش رو گذاشته. من حالا اینو یه ذره تغییر دادم، الان اونی که مال خودم بود رو فکر کنم این اون نیست، چون اونی که مال خودم بود با دیتا ست خودم بود. ولی حالا کل کاری که اینجا بخواد انجام بده، یه مدل رو انتخاب میکنه، اینجا مثلا یولوی 8 نام، یه کپی ازش میگیره، کلیداش اینجا چاپ میکنه. بعد کاری که میکنه، خب لایه های تا لایه 22 رو میذاره توی حالت فریز. خب توی حالت ایول مود یعنی همون فریز، یعنی پارامتراش تغییر نکنه، صرفا تشخیص بده. خب فریزش میکنه. این کار رو دستی انجام میده، به خاطر اینکه فکر کنم خود اولترالیتیکس وقتی شما فریز رو میزنید بازم بعضی چیزها رو تغییر میده. این توی این نوتبوک اومد خودش این کار رو دستی انجام داد با استفاده از این دو تا دستور. وقتی میگه and train epoch start در حالت ایول مود بذار، پیرتن روتین استارت اینم put in ایول مود، یعنی این فانکشن رو صدا میزنه که این فانکشن 22 تا لایه اول رو فریز میکنه و بعد میاد مدل رو ترین میکنه روی اون دیتا ستی که داره. یعنی صرفا یه مدل یولوی 8 نانوه که 22 تا لایه اول فریز شده، فقط اون هد دتکشن آخر برای ما مونده. خروجی این چیه؟ اینجا میاد اون بین مدل اول و مدل آخرش یه مقایسه میکنه که نشون بده آقا فقط لایه آخر من تغییر کرده. میبینیم فقط لایه 22 نوشته weight are different، همه اینا لایه 22، لایه 21 هیچ تغییر نکرد. بعد از اینکه این کارو کرد، خب پس خروجی این چی شد؟ یه فایل PT که وزن که اون دتکشن، اون هد دتکشنش فقط کلاس جدید ما رو داره. بعد میاد اون عدد 22 رو لایه 22 رو میکنه لایه 23. چرا؟ چون لایه 22 اورجینال باید اون هد خودش باشه، یه دونه میندازتش جلوتر. خب درسته توی شکل ما این دوتا هد رو کنار هم دیگه میکشیم، ولی تو معماری مدل اینا در واقع بعد از هم دیگه، اینجور به موازات هم دیگه نیستن. این 22 این 23 این نمیتونه توی مثلا اون یملی که داره میسازه اون فایل معماری مدل این دوتا رو نمیتونه کنار هم دیگه تعریف کنه دیگه، باید عدد داره دیگه از لایه 0 تا 22 23. و اینجا میاد اون فایل یم رو میسازه که اینا همه توی کتابخونه خودمون هست، یعنی ما سورس کد رو تغییر دادیم. اسمش رو میذاره یولوی 8 نانو 2x هد، دو تا هد داره و بعد میاد اینو تعریف میکنه و در نهایت اون وزنای جدیدش رو اعمال میکنه. توی این آزمایش این بنده خدا میاد و لایسنس پلیت، یعنی همون پلاک ماشین رو به دیتا ست اضافه میکنه که این مدل فاین شده روی دیتا ست خودشه، این کوکوه و اینم جفتش با همه که میبینیم بازم میتونه تشخیص بده. حالا میریم سراغ آزمایش خودمون. بیایم اینجا وایدر فیس، اینجا من دقیقا همین کار کردم، دیتا ست هم آماده کردم، مدل که بک‌گراندش فریز بوده رو پیدا کردم، بعد run the IPyMB in the examples. بعد میریم اون پایتون نوتبوک که تو اگزمپل گذاشتیم و ران میکنیم تو هد دیولو. خب پس نیازمندی های این پایتون نوتبوک چیه؟ دیتا ستمون آماده کرده باشیم، مدلی که فقط روی این دیتا ست فانکشن شده باشه رو هم داشته باشیم که اینجاست، این best.pt. خب میایم من مرحله به مرحله ران کنیم.
من باید با WSL اینو باز کنم، از اجازه بدید. مهم نیست. توتوریال امدی مون بذاره تغییر داده بود، باشه نگرش می‌داشتم. خب این باز شد. دیتا ست آماده کنیم. train the model خب حالا میایم اینجا. پس یه بار نیازمندیاش رو گفتیم. حالا دیپندنسی ها رو لود میکنیم. مرحله اول باید اون مدل فیس رو یه ذره مودیفای بکنیم، یعنی اون تغییراتی که گفتم آیدی که باید ببریم یه دونه جلو که بتونیم هد اورجینالش رو اضافه بکنیم اینجا باید اعمال کنیم. فیس مدل که یک آبجکتی از همون کلاس یولوه. بعد اینجا میگیم که یه دیکشنری تعریف می‌کنیم نیو استیت دیک، یعنی در اون مدل جدیدمون که این به ازای کلید کی و ولیو این فیس مدل استیت آیتمای مدل فیس خودمون، اون در واقع آیتمایی که با مدل دات 22 یعنی در واقع لایه 22 هستن رو در واقع بلوک 22 هستن رو بکن بلوک 23. به این شکل اینم اعمال میشه. من نیو استاتیک رو اگه بیارم مثلا میبینیم که 23 تا یعنی 23 شده، بعد از 21 میشه 23. بعد اینو ذخیره میکنیم. حالا من نیاز نیست ذخیره کنم چون اینجا ذخیره شده هست، اینجاست. اینو ذخیره میکنیم. حالا ما یه فایل YAML داریم. خب اینجا من توضیح بدم. ما یه فایل اولترالیتیک CFG که میریم تو مدل، خب کاستوم مدل که میریم یه فایل YAML داریم که این در واقع اون معماری مدل جدید مثلا فرانکشتاینی خودمونه که یه کله جدید بهش اضافه کردیم داریم تغییرات اعمال میکنیم. این اونه. خب میبینید بکبون عیناً با مدل همون V8 یکیه. هد که حالا از اینجا هد رو شروع میکنه تا اینجا نکه، این در واقع اون هد دتکتوره، این هم یکیه. این 80 تا کلاس داره، این جدیده یه دونه کلاس داره. حالا دیتا ست ما یه دونه بوده، میتونسته این دوتا باشه. مثلا اگه یه دیتا ست بوده مثلا صورت و حالا یک شیء دیگه ای که تو این 80 تا کوکو نیست. و بعد لای کانکت هد 80 و یک این دوتا رو با هم جمع میکنه، جمع میشه 80. خب این معماری رو که وزن نیست که صرفا جا خالی، اینو لود میکنیم. خب میگیم تسکش هم دتکشنه. بعد وزنهای یولوی 8 نانو رو توی این لود میکنیم. یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی از اون اول، از لایه اول تا اینجا عیناً با V8 نانو یکیه. V8 نانو که روی دیتاست کوکو پریترین شده، اینا عیناً یکیه، یعنی هیچ وزناش یه ذره هم حتی تغییر تفاوت نداره. اینو میزنیم. خب میبینیم که میگه با 355 آیتم از 440 تا وزنهای پریترینش لود شد. خب ترانسفر شد، یعنی جابجا شد از این مدل پریترینه به این معماری جدید. میمونه این تیکه آخر، میمونه اینجا این هد جدید خودمون. این کانکت هد که اصلا گفتم هیچ پارامتر آموزشی نداره، صرفا یک چیز ریاضیاتی توش اعمال اتفاق میفته، این پارامتری که باید فانکشن بشه. حالا اینجا این اسمش مدل 2 بود. میگه چی میگه؟ میگه مدل 2 state_dict.keys state_dict
این اون وزنهای مدل فیسمون رو توی استیت دیکت دانلود میکنیم که فقط همون لایه 23 دقیقا همین لایه 23 که اینجا خالیه. خب و بعد تو اینجا میگیم آقا مدل 2 لود استیت دیکت، از این استیت دیکتی که الان لود کردیم که همین وزنای صورتمونه، از این دوباره وزناشو بخون، استیکتش هم فالس باشه، یعنی استیک نمیشه که حتما باید همشون لود بشه. و اینو که اعمال میکنیم خب میگه اینها اینکامپتیبل بود، اینا رو نریختم، مدل لایه 0 و لایه 1 و اینا، تا میگه تا لایه 22 رو من نریختم، فقط یعنی لایه 23 لود شده که لایه 23 اینجا دیدیم که توش هست. الان این مدل 2 اون مدل ماست، مدلیه که ما میخوایم که هر دوتا رو با هم دیگه داره تشخیص میده. حالا میریم تستش کنیم. میگیم آقا همون یولو وی8 نانو معمولی رو بیار روی این عکس خودمون تشخیص بده ببینیم چیه. تشخیصش رو داد. حالا اون مدل صورت، اون مدلی که فقط روی فیس آموزش داده بودیم، خروجیمون که اول گفتیم در واقع لازمه چی required در واقع پیش نیاز هست برای این نوتبوک، اون رو هم اینجا میگیم تشخیص بده. حالا اینجا ببینیم چه تشخیص داده. 2 تا از کلاس 0 تشخیص داده، اینجا یه دونه از کلاس فیس تشخیص داده. حالا این مدل 2 میگیم آقا این مدل 2 هم یه پردیکت بزنه اینجا. این مدل 2 اون مدل خودمونه که جفتش با همه، و بعد حالا اینا رو با هم دیگه پلات کنیم. پلات ما بود این نتایج در واقع همون نتایج کوکو، فیس و مرجد که اون 2 تا مدل با هم دیگه هست. و این مدل کوکو، همین عکس اگه بدیم به V8 نانو با همین کانفیدنس این 2 تا انسان تشخیص میده. این مدل خودمونه که رو با وایدر فیس رو خود، یعنی مدل یولو V8 نانو رو روی دیتا ست وایدر فیس فاین تیون کردیم، فقط هم بخش هدش رو، بقیه لایه ها فریز بوده. و این نتایج مدل جدیدمونه که جفت اینا رو با هم دیگه داره. میبینید که دقت حتی کانفیدنساش هم تغییر نکرده و نباید هم میکرد، یعنی از لحاظ تئوری میبینید این 81 اینم 81 اینم 95 اونم 95، این آدم کوچیک‌تر هم اینجا با 32% گرفته که هم از لحاظ تئوری نباید تغییر میکرد، از لحاظ عملی هم دیدیم که تغییر نکرد. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید ویدیومو، و اگه سوالی چیزی داشتید حتما تو کامنت ها برام بپرسین یا تو گیت هاب ایشو بزنید که با هم دیگه بتونیم یاد بگیریمش. فعلا خداحافظ.